چطوری که بزرگان هنوز پیش گفتند هر کی باشد میهن وطن فروش نیست انسان، هست از ذات وحوش. ولی امروز وطن فروشان که از جمهوری بیرون زندگی میکنند طبع ما را خیره میکنند، زیرا آنها هرگاه میخواهند که به جمهوری تاجیکستان سنگ ملامت زنند و از گلگل شکوفی تاجیکستان عزیز من آنها شاد نیستند و چشم دیدن ندارند. من با آن وطن فروشان میگویم که شیر مادر به شما حرام است، چون که شما زاده تاجیکستان هستید و به تاجیکستان عزیز من سنگ ملامت میزنید و نیت ناپاک شما هرگز جامعه عمل نمی پوشد و بهترش است که شما از این راه خود بازگردید، زیرا چاهکن را زیر چاه میگویند.